یکی از دوستان معرفی کرد من خونم سمت جوانان پشوفی رو اصلا آرایش نکن، موبایلت هم نیاد، چی نیاد. من ترسید پشت این وقتی گفت فقط من خانوم هم احتمال رو زود بیاد، فقط سریع. ما شروع کردیم نشست سیغه خوندن و مهریه و فلان. اولا مهریه هم رو داد نشستیم و خالصه حرف زد و سیغه خوندیم رفتیم تو اتاق خوب یه دسته آیت الکرسی و فلان و این چیزا تو اتاقش همه رو برعکس کرد، عکس موبایل همه رو برعکس کرد و گناه داره. خالصه که ما رفتیم و شروع شد به کار و فلان و همبستر شدیم و یه رسید بسط کار یه رسیدم به هر خونشون اون کم میکنن نبود زنش اومده به چیز انداخته بود اومده با پشت در اتاق قضیه یه در میدم سریع در وا کن. من خیز شدم زیر بالون سریع به من گفت تو هیچ کار نکن، لباسات همه رو بگیر زیر دست چادر بشکی تو سر کن باری به نماز خوندن. خانم من به نماز خوندن خانم جوبر من گفت سریع این خانم چیه؟ گفت چیه؟ خانم مسافر بود داشت رد میشد آدرس دون کرده بود برای نماز هم قضا میشه بذار نماز هم بخونه. حالا ما هم لخت چادر بشکی تو سر خانم سریع که همجور بایستدیم به نماز قیدر هم اشتباه بایستده بودن جانا اینجا بود. خانم بایستدیم و خانمی که من چایی دنده بایی خواهد خانم نمازشو میخونه من برش چایی دم میکنم. خانم ما برداشتیم سریع لباسا رو پوشیدیم و این سلام دادیم و فلان و نماز تموم کردیم. خانمش گفت بفهمید خواهد چایی بخورید. حالا نمیدونم ما چی کار میکنم.